بازگشت پر سر و صدای پادشاه بالیوود شاهرخ خان با فیلم متفاوت به نام جواد. در ادامه هم مصاحبه جالب و گفتنی‌های شنیدنی از شاهرخ خان را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. اگر شما هم یکی از طرفدارای شاهرخ خان هستین، حتما کانال یوتیوبم را لایک و سابسکرایب کنید و کامنت بذارین تا ببینم چند نفر هستین. در سال 2023 شاهرخ خان قرار هست با 4 فیلم جدید بازگشت با شکوه به بالیوود داشته باشد. فیلم سینمایی جوان یکی از این فیلم ها هست که در 7 سپتامبر 2023 در پرده سینما ظاهر شد. فیلمبرداری فیلم جوان در سپتامبر 2021 شروع شد و در فوریه 2023 به پایان رسید. شاهرخ خان و نایون تارا نقشای اصلی این فیلم را بازی می‌کنند. ویجی ستوپاتی، سانیا مالهوترا، پری اومانی دیگر بازیگران این فیلم است. و داستان این فیلم قسمی است که مرد به نام آزاد رادور که یک افسر پلیس در زندان زنان است، اما رفته رفته آشکار میشه که او تیمی متشکل از زنان زندان دارد که به کمک آنها دست به کارهای مثل ربودن مسافران مترو و وزیر بهداشت قصد دارد پول و امکانات برای کمک به مردم و افراد نیازمند جمع کند. هنوز مدت زیادی از انتشار این فیلم نگذشته و شاهد یک رکورد شکنی جذاب اون بوده. فیلم سینمایی جوان رکورد پاتان فیلم دیگر شاهرخ خان را در هفته اول پخش خود شکست و توانست به فروش 660 کروری برسد و همینطور هم در حال بیشتر شدن است. این فیلم در جایگاه سوم پرفروش‌ترین فیلم هندی 2023 و 10مین فیلم پرفروش هندی زبان قرار گرفته است. بودجه فیلم جوان حدود 300 کرور بوده و این فیلم در 813 سینمای جهان به نمایش گذاشته شده و بیشترین فروش بلیط ها در شهرهای نیویورک، تورنتو، دالاس، شیکاگو، سیاتل، سان فرانسیسکو، واشنگتن دی سی و آستین در آمریکای شمالی بودند. و حالا هم گفتنی های شاهرخ خان در مورد فیلم جوان. Hi everybody, I'm Shah Rukh Khan. برای کسی که اسمی از تو نشنیده چگونه خودت را معرفی میکنی؟ That there's an actor somewhere in India who has اگر بخوام خودم را معرفی کنم میگم یک بازیگری در جای از هندوستان هست که قبلا هم خیلی تلاش میکرد و بعد از این هم به تلاش و کوشش خود ادامه میدهد. وقتی فهمیدی باید برای فیلم جوان کل شوی چه واکنشی نشان دادی؟ out of laziness. I said, yeah, then I don't have to wear 2 hours of this makeup. این جزئی از فیلم نامه نبود. من خودم از روی تنبلی انتخاب کردم که کل شوم. من گفتم بله لازم نیست برای 2 ساعت این میکاپ را تحمل کنم. من گفتم میشه اینطور باشه. And they were like, अरे यार, बड़ा scary लगता है. Girls won't like you. وقتی من بخش از این ویدیو را به دوستانم نشان دادم اونها گفتن اوه نه خیلی ترسناک معلوم میشی. دخترها از تو خوششان نمیآید. پس ما امیدوارم که دخترها از من خوششان بیاید. امیدوارم دخترها از مردهای کچل و بیموی خوششان بیاید. Like bald girls. من خودم دخترهای کل رو دوست دارم. آیا بازی کردن در نقش ضد قهرمان جالب‌تر از بازی کردن در نقش قهرمان است؟ Actually transfer to do bad, to understand. من هیچ وقت دوست نداشتم نقش قهرمان را بازی کنم. برای من قهرمان ها خسته کننده هستند. به نظر من آنها فقط کارهای خوب را انجام میدهند. به نظر من برای اینکه بتونی نقش مثبت و قهرمان را بازی کنی باید نقش منفی و ضد قهرمان را بازی کنی تا بتونی اون را بهتر درک کنی و بعد از اون نقش قهرمان را بازی کنی. به نظر من بازی کردن این نقش قهرمان پشت سر هم بعد از مدتی خسته کن میشد. شخصا من نقش های منفی را دوست دارم. فیلم جوان را برای دوستداران در سراسر جهان چگونه معرفی میکنی؟ The genre of filmmaking which exists in the south, which is من میتونم بگم ژانر از فیلمسازی در جنوب هند است که بزرگتر و پر سر و صداتر از زندگی نرمال است، مثل یک مسیر پرپیچ خم است که در 2.5 ساعت فیلم جمع‌آوری شده و بله این میتواند مغز انسان را منفجر کند mind blowing or mind numbing or و کمی برای طرفداران جهانی هم عجیب باشد، اما سفر جذابی برای من بود. و شادناکترین چیزی در مورد تیمی زنهای زندان چه چیزی بود؟ the word describes it, fierce women. ایده ما این بود که 5 تا از خطرناکترین زنهایی که میتواند در جهان باشد را داشته باشیم. زنهای بسیار خطرناکی که وقتی طرف شاد میبینی بگویی او چقدر ترسناک هستند. Dangerous women. Women that you may
اونها کارهای اشتباهی را انجام دادند. شخصاً به نظرم اونها یاد گرفتن که چطور صحنه‌های اکشن را انجام دهند. برای بعضی‌ها دفعه اولشان بود، اما در نهایت بیشتر از ترسناک بودن انسان‌ها من پشت حمایت‌های اونها دق می‌شد. نظر تو در مورد اینکه چگونه دل جوانی داشته باشیم چیه؟ I think to remain jawan at heart, به نظرم برای اینکه دل جوان و خوشی داشته باشیم باید قلب پاک و صافی داشته باشیم. برای اینکه قلب پاک و صافی داشته باشیم نباید نسبت به دیگران بدبین و دنبال عیب آنها باشیم. و اینکه کارهایی که ما میکنیم بیشتر تاثیر روی انسانهای اطراف ما دارن. خانواده و دوستانتان را دوست داشته باشین و خوش قلب باشین. به نظر من کار سختی نیست. thank you so much. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بدین و خوشحال میشم نظرتان را در مورد این ویدیو در کامنت ها برای ما بفرستین. منتظر کامنت های شما هست.